و او همون وقت به من زنگ زد که من شنیدم تو مسیحی شدی، تو ایمان دین خود فروختی، تو دین خود فروختی، اگر تو سر تو فشار است من میام تو نجات میدم، یا اگر واقعا تو دین خود فروخته بشی من حاضرم گلیم خونه خور فرش خونه خور بفروشم بیایم تو رو بکشم و خود یک عمر به زندان بندازم. من در یک محله زندگی میکردم و در اون محله مردا حالت دیکتاتوری داشتن و هرچی که مردها میگفتن باید زنها چشم میگفتن و دخترها آزادی نداشتن در آن وقت و من زیاد از این سبب رنج میبردم و همیشه امیدوار بودم و میخواستم که از این قشلاق یا از اون دیگه که من زندگی میکردم به زنات تجاوز میشه، لط و کوب میشه و حتی او به نمایش میگذارم که این زن دین خوب فروخته. و من شاهدم چون در جایی که ما زندگی میکردیم حتی شخصایی که با مسیحی ها گپ زدن کشته شدن. یک قصابی که گوش میفروخت به مسیحی گوش فروخت و پست کردن. در افغانستان برادر شوهر ما به خاطر که مسیحی بود کشته شد، بکشتن. به خاطر که مسیحی بود خیلی با حالت بد کشته شد و در خانه ما ساعت 2 شب نارنجک بمب یعنی نارنجک انداختن. ما آمار داریم که دیپورت هست و دیپورت شدن خیلی از افغانهای ما به کشور بازگشت و ما چون که مسیحی هستیم و همه میفهمن که ما مسیحی شدیم و ما میترسیم برای فرزندای خود چون فرزندای ما نسل آینده مسیحیان هستن. ما 100% میکشم چون که ما افغانیم، یعنی از نظر آنها دین خود ما بفروختیم و ما کشته میشیم 100%. حتی فرزندان ما با حالت فجیع کشته میشن، نه ای که کودکای 2 ساله داشته باشیم یا 10 ساله داشته باشیم آنها زنده بمونن، همه میکشن. و من برای آنها میرم دعا میکنم و کلام خدا میخونم با آنها. یک عده مسلمانم. فرق وقتی که ما با هم گپ میزنیم آنها تسلی میابم، آروم میشم و هم زنایی که ما با هم رفت آمد داریم و من میرم با آنها کلام خدا گپ میزنم یا با هم دعا میکنیم، آنها میگه از من تشکری میکنم، میگم که وقتی که تو میایی ما آروم میشیم. نمیفهم این من نیم، هیچ کسی نیم، این حضور خدا است، این خداوند است که ما رو میفرسته.